سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: دیدار وزیر خارجه افغانستان با سفیر عربستان سعودی در کابل، برگزاری نشست با نمایندگان شماری از مؤسسات بین المللی توسط وزارت صحت عامه و رژیم اسرائیل در حال بررسی آتش بس با لبنان. امروز پنجشنبه 27 ماه حمل سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه با فیصل طبق البقمی سفیر عربستان سعودی در کابل دیدار کرده است. وزارت امور خارجه در اعلامیه گفته که دو طرف در این دیدار پیرامون تحولات منطقه‌ای و مذاکرات ارومچی گفتگو کرده است. سفیر عربستان سعودی در این دیدار گفته که ثبات سیاسی و امنیتی و نیز پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان برای این کشور اهمیت ویژه‌ای دارد و ریاض در این زمینه از افغانستان حمایت می‌کند. از سوی هم مولوی امیرخان متقی با اشاره به گفتگوهای انجام شده با پاکستان ابراز امیدواری کرد که تغییرات و مسائل تکنیکی جزئی مانع پیشرفت روند مذاکرات نشود. وزیر امور خارجه همچنین بر گسترش پیشرفت روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان افغانستان و عربستان سعودی تاکید کرده است. مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه نشستی را با نمایندگان شماری از مؤسسات بین المللی برگزار کرد. وزارت صحت عامه میگوید که در این نشست پیرامون تقویت هماهنگی، رسیدگی به موقع به مشکلات، واردات دوا و محدودیت‌های مقرراتی، تأخیر در تصفیه گمرکی، کنترل کیفیت دوا، انتقال پروژه‌ها از یک ولایت به ولایت دیگر و شماری از موضوعات مهم دیگر گفتگو شد. همچنین در این نشست بر ایجاد تسهیلات بیشتر در بخش گمرکات، تولید دوا در داخل کشور و گودام‌های موجود در میدان‌های هوایی تاکید شده است. قماندانی امنیه ولایت سرپل اعلام کرده است که یک دختر اختطاف شده را از نسل آدمربایان در ولسوالی سانچارک این ولایت نجات داده است. بر اساس معلومات در پیوند به این رویداد، 2 تن از مربوطات ولسوالی سانچارک بازداشت شده است. مسئولان میگویند که افراد بازداشت شده پس از تکمیل تحقیقات به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. و در آخرین خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام رژیم اسرائیل گزارش داده که کابینه امنیتی این رژیم درباره آتش‌بس احتمالی در لبنان گفتگو کرده است. این نشست در حال برگزار شده که درگیری‌ها در لبنان وارد ششمین هفته شده و به دنبال تنش‌های گسترده‌تر با ایران شدت گرفته است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که جنگ با ایران ممکن است به زودی پایان یابد و از 2 روز شگفت‌انگیز خبر داده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.